در لحظاتی از مراسم کارولین جیغ میکشید و با نیروی غیر انسانی و خشم بی پایان می جنگید. در اوایل دهه 1970 در شبی تاریک و بی صدا، خانواده پرون متشکل از پدر و مادر و 5 دختر به خانه‌ای بزرگ و قدیمی در هریسویل، رودآیلند نقل مکان کردند. این خانه 14 اتاقه که در اوایل قرن 18 میلادی ساخته شده بود، رویای خانواده پرون برای زندگی آرام و خوشبختی به نظر می آمد. اما هیچ کدام از اعضای خانواده نمی دانستند که در این خانه سایه‌ای از وحشت و مرگ را در خود نهفته دارد. اولین نشانه های اتفاقات عجیب خیلی زود آشکار شد. دختران خانواده شبها صداهای عجیب می شنیدند. صدای درهای چوبی قدیمی که بدون دلیل باز و بسته می شدند و زمزمه هایی از گوشه های تاریک خانه. کارولین، مادر خانواده، گاهی حس می کرد کسی او را از پشت نگاه می کند. انگار در خانهشان چیزی زنده بود. چیزی که قصد داشت حضورش را نشان دهد. شبها خانه سردتر از همیشه می شد و بوی نامطبوع و مرموزی از گوشه ها به مشام می رسید. در این میان دختران گزارش دادند که هنگام خواب تختها ناگهان تکان می خورند و دستهای نامرئی و سردی آنها را نوازش می کنند. بیشتر این اتفاقات به یکی از دخترها به نام سینتیا بیشتر از بقیه نزدیک شده بود. او به مرور زمان وحشت زده و بیمار شد و شبها کابوس‌هایی از چهره‌های ترسناک و چشمانی خیره و خشمگین می‌دید. کارولین که به شدت تحت تأثیر این وقایع قرار گرفته بود، پس از تحقیقاتی متوجه شد که خانه آنها پیشینه‌ای وحشتناک دارد. او متوجه شد یکی از صاحبان پیشین خانه زنی به نام بتشیبا شرمن بود که به جادوگری متهم شده بود. گفته میشد که او در حیاط پشتی خانه فرزند خردسال خود را در مراسمی شیطانی قربانی کرده و در لحظات پایانی عمرش با نفرت سوگند یاد کرده که روحش برای همیشه در آن خانه باقی بماند. کارولین در نهایت تصمیم گرفت با محققان ماورالطبیعه و متخصصان مشهور آن زمان یعنی اد و لورین وارن تماس بگیرد. وارن ها که سابقه تحقیق روی موارد پیچیده و خطرناک زیادی را داشتند به خانه خانواده پرون رفتند تا راز تاریک این خانه را کشف کنند. به محض ورود لورین وارن که یک مدیوم قدرتمند بود به شدت تحت تاثیر انرژی منفی خانه قرار گرفت. او روح یک زن را دید که با خشم به آنها خیره شده بود. این زن کسی نبود جز بتشیبا که به وضوح می‌خواست تمامی اعضای خانواده پرون را از خانه بیرون کند. او به ویژه کارولین را هدف گرفته بود. لورین می‌گفت که بتشیبا به شدت به او حسادت می‌کند و می‌خواهد به هر طریقی او را از بین ببرد. اد و لورین به زودی متوجه شدند که این خانه تسخیر شده و نیروهای شیطانی مختلفی در آنجا وجود دارند که به روح بتشیبا پیوستند. هر شب حملات و فعالیت‌های ماورالطبیعه شدیدتر و ترسناکتر می‌شدند. کارولین به مرور زمان تحت تسلط روح خبیث بتشیبا قرار گرفت و نشانه‌هایی از حالت‌های عجیب و ترسناک از خود نشان می‌داد. گاهی چهرهش تغییر می‌کرد و شبیه به زنی مسن و شیطانی می‌شد.
در نهایت با موافقت کارولین، وارن‌ها یک مراسم جنگیری ترتیب دادند تا روح بتشیبا را از خانه و بدن او بیرون کنند. مراسم با خواندن دعاها و آیین‌های مذهبی آغاز شد و بتشیبا با صدایی ترسناک و برخوردهای فیزیکی وحشتناکی خود را نشان داد. در لحظاتی از مراسم کارولین جیغ می‌کشید و با نیروی غیر انسانی و خشم بی پایان می جنگید. لحظات جنگیری به شدت ترسناک و پر از وحشت بود. صدای فریادها و ناله های بتشیبا فضا را پر کرده بود. در نهایت اد و لورین وارن با تمام توان موفق شدند روح خبیث را از بدن کارولین خارج کنند. اما روح بتشیبا هنوز هم در خانه باقی ماند. وارنها به خانواده پرون توصیه کردند که برای حفظ امنیت و آرامش خود از آن خانه نقل مکان کنند. خانواده پرون نیز سرانجام پس از مدتی خانه را ترک کردند و به جایی امن‌تر رفتند. این پرونده که به نام کانجورینگ شهرت یافته، یکی از ترسناکترین و پیچیده ترین پرونده های وارنها بود و حتی با وجود گذشت دهه‌ها از آن وقایع، کسانی که بعداً به آن خانه رفتند همچنان از حضور سنگین و شوم چیزی نامرئی در آنجا سخن میگویند.